very happy families with you, but I like having you around. سلام، به کانال ریکپ تاپ خوش اومدید. فیلم با معرفی پیرمردی به اسم مارتین شروع میشه که توی یک روستای کوچیکی تو فرانسه نونوایی داره. مارتین 7 سال پیش به این روستا اومده تا شغل پدریش که نونوایی هست رو ادامه بده. با اینکه سالهاست کارش نونواییه، یه سینی از نونش میسوزه و وقتی زنش ازش میپرسه حواست کجا بود، میگه به چارلی فکر میکردم که نکنه خودش رو بسوزونه. زنش میگه تو نباید به این موضوع فکر کنی. به خونه چارلی رفتی، چارلی همه لباسای همسرش رو سوزونده. وقتی چارلی کارش تموم شد و رفت توی وسایل زن چارلی که جما نام داشت، دفتر خاطرات پیدا کرد. زیر کتش قایم کرد و بردش خونه. شب اون دفتر رو باز کرد و خوند. خاطرات جما بود. از روز اول عروسی با چارلی شروع می‌شد. روز اولی که جما و چارلی به این دهکده اومده بودن رو توصیف کرده بود. اونا می‌خواستن زندگیشون رو با آرامش توی این دهکده بگذرونن. روز اول وقتی مارتین مشغول باغبونی حیاط خونه بود، این دوتا وارد محلشون شده بودن. مارتین رفت و بهشون خوش آمد گفت. مارتین بهشون گفت اگه کمکی از دستم برمیاد حاضرم انجام بدم. بعد از چند روز جما و چارلی برای خرید نون به مغازه مارتین رفتن. مارتین به شکل وسوسه انگیزی به جما نگاه میکرد و حرکات جما اونو از خود بیخود کرده بود. وقتی مارتین در حال برگشت به خونه است با جما روبرو میشه. بعد از کمی حرف زدن اونو به یه باغ میبره و اونجا رو به جما نشون میده. جما لعنتی هم با اداها و لوندی‌هاش کاری میکنه مارتین دست و پاش شل بشه. جما از اون باغ خیلی خوشش اومد و گفت اینجا جای خیلی قشنگیه. همون شب چارلی به در خونه مارتین رفت. بهش گفت برق خونه ما قطع شده، میتونی روشنش کنی؟ مارتین به خونه چارلی رفت و با شعبده بازی چراغ رو روشن کرد. مارتین و همسرش برای شب نشینی به خونه چارلی اومده بودن. شروع کردن به حرف زدن و نوشیدن، اما مارتین فقط اندام جما رو دید میزد و آب از لب و لوچش را گرفته بود. آخه پیرمرد الان وقت این کاراست. چند روز دیگه جما برای خرید نون دوباره به فروشگاه مارتین اومد. با یه ناز و ادای نونا رو بو می‌کرد. مارتین بهش گفت میخوای ببینی نون رو چجوری میپزم؟ جما هم با کمال میل گفت آره. مارتین جما رو به مطبخ پشت فروشگاه برد. همونطور که داره بهش آموزش پخت میده، ازش میپرسه که حالت چطوره؟ جما هم گفت حس خیلی خوبی دارم، انگار دارم یوگا میکنم. مارتین جواب داد من هر روز یوگا میکنم. جم که فعالیتش زیاد شده بود احساس گرما کرد و بافتش رو در آورد. مارتین با دیدن این صحنه نمیتونست جلو خودش رو بگیره و بازم شروع کرد به دید زدن بدن جما. موقع نهار مارتین و دوست جما و چارلی همگی با هم سر میز نشستن. جما به دوستش خونش رو نشون داد و اونم همه جا رو دید زد. دوستش بهش گفت که دخترها همیشه باید ورزش کنن تا روی فرم بمونن. به جما هم میگه که ورزش کن و اینا رو آب کن. جما هم از فردای اون روز شروع به ورزش کردن کرد. روز بعدش مارتین و جما بازم همدیگر رو میبینن. مارتین گفت چند روزه نمیای نون بخری. جما هم گفت رژیم دارم و نمیتونم نون بخورم. مارتین بهش گفت نون رژیمی کم چربم میپزم. جما داشت میرفت که یه زنبور نیشش زد. درد شدید داشت. از مارتین کمک خواست که ببینه چی توی لباسش هست. مارتین هم پشتش رو نگاه کرد و یه زنبور پیدا کرد که مرده بود. برای اینکه درد نداشته باشی باید سمش رو بیرون بکشم. جما هم از خدا خواسته گفت لطفا این کار رو برام انجام بده. پیرمرد گفت آخه باید سمش مکیده بشه. جما گفت خب لام عصب انجامش بده. وقتی مارتین داره این کارو انجام میده یه پسر به اسم هارپ از راه میرسه و اونو میبینه. میپرسه اینجا چه خبره؟ مارتین که داره توضیح میده چی شده، جما از حال میره. هارپ و مارتین سریع جما رو به بیمارستان میرسونن. دکتر یه آمپول به جما میزنه و بهش میگه که چیزی نیست، نیش زنبور بوده و جما به زنبور حساسیت داره. وقتی دارن برمیگردن چشم هارپ و جما توی آینه به هم میخوره. جما سرش رو روی شونه مارتین چیز میذاره و میخوابه. مارتین خوشحال شد، فکر کرد دیگه دروازه بازه و از این به بعد نونش تو روغنه. وقتی جما برای خرید به بازار رفته بود هارپ اونجا دید و کمی با هم صحبت کردن. مارتین هم از دور اونا رو دید میزد. روز بعد جما برای خرید به سوپرمارکت رفت که شراب بخره. اونجا باز با هارپ روبرو شد. هارپ برای خرید شراب بهش پیشنهاد داد و گفت من این نوع شراب رو دوست دارم، همیشه از این میخرم. جما هم همونو خرید و رفت. مارتین برای تحویل نون رفته بود. توی راه جما رو دید که داره خوشحال و سرخوش به یه جایی میره. براش جالبه و به خاطر چشم چرخوندن دنبالش راه میفته و تعقیبش میکنه. جما به خونه هارپ رفت. مارتین از دیدن این صحنه عصبی شد و استرس گرفت که چرا جما تنها به خونه هارپ اومده. حس حسادتش حسابی گل کرده بود و پیش خودش میگفت کاش من جای اون بودم. جما و هارپ کم کم به هم نزدیک شده بودن، صحبت میکردن و حسابی وقت گذروندن. شب مارتین و زنش به خونه چارلی اومده بودن. مارتین که دیده بود جما به خونه هارپ رفته یه حس عجیبی داشت، ولی با این شرایط هم دست از دید زدن بر نداشت. وقتی جما کنار مارتین نشست روی گردن جما جای مکیده شدن دید. فهمید که احتمالاً هارپ و جما امروز حسابی بهشون خوش گذشته. حس حسودی بهش دست داده بود.
صبح روز بعد مارتین هارپ رو میبینه که داره با گوشیش حرف میزنه و خیلی مضطربه. ازش پرسید چی شده؟ هارپ گفت اصلا تمرکزی روی درسام ندارم. مارتین بهش گفت از دوست دخترت کمک بگیر. خب روز بعد مارتین که همچنان تو کف جماست، جما رو میبینه که با سگش داره میره. متوجه میشه که اون با هارپ قرار داره و قراره با اون خوش بگذرونه. این رفت و آمدها و رابطه ها نشون میده بین هارپ و جما ارتباط عمیق و عاشقانه ای شکل گرفته. چند روز بعد جما سر حال و پر انرژی به فروشگاه مارتین رفت و گفت چارلی رفته لندن، چند تا نون میخره و میره، اما یکی از اونا رو جا میذاره. مارتین اونو برمی‌داره که ببره بهش بده. وقتی به خونه جما میرسه از داخل خونه صداهایی میشنوه. جما خانم با هارپ در حال خوشگذرانی توی خونه جما هستن. مارتین بین پنجره‌ها وایساد و شنید که اونا به هم ابراز عشق کرده بودن. بعد از اون جلسه یک جلسه دیگه توی خونه هارپ برگزار شد. وقتی که جما و هارپ توی خونه با هم بودن، یک مجسمه قدیمی و عتیقه افتاد و شکست. اون مجسمه خیلی برای مادر هارپ ارزشمند بود. جما گفت چارلی کارش اینه، نگران نباش، میدم درستش کنه. قبل از رفتن جما به هارپ میگه میای با من بریم لندن؟ هارپ هم میگه هر جا تو بگی من میام، تو فقط دستور بده. هر روز رفت و آمدهای جما به خونه هارپ و خریدش برای اونجا با شادی و سرخوشی ادامه پیدا میکنه و مارتین شاهد همه این مسائله. چند روز بعد که چارلی برگشته، جما داره نامه ها رو بهش میده که متوجه میشه یکیش برای خودشه. اونو میخونه و به خونه هارپ میره. مادر هارپ برگشته، مجسمه رو پیدا نکرده و خیلی عصبانیه. هارپ بهش میگه که اون شکسته، منم دادمش یه مرد انگلیسی که درستش کنه. وقتی جما وارد حیاط خونه هارپ شد، پیام هارپ رو دید که نوشته بود متاسفم نمیتونم باهات بیام لندن. جما خیلی ناراحت شد و با گریه به خونه برگشت. مادر هارپ به چارلی مراجعه کرد و گفت پسرم هارپ مجسمه منو به شما داده که درستش کنی. اما چارلی میگه هیچ مجسمه‌ای به من داده نشده. مادر هارپ کارتش رو بهش داد و گفت اگه دیدیش بهم اطلاع بده و رفت. مارتین هم مادر هارپ رو میبینه. شب جما توی حیاط خونه نشسته بود که چارلی اومد و درباره مجسمه ازش پرسید. جما هیچ جوابی نداد. میخواست بگه ها اما نتونست. از رفتار جما چارلی متوجه شد که جما وارد یک رابطه عاشقانه شده و بهش خیانت میکنه. چون رفتارش سرد شده و عوض شده، پس اونو ترک کرد و رفت. روز بعد که مارتین طبق معمول در حال پیاده روی، سگ جما رو تنها پیدا میکنه و اونو میبره خونه که به جما تحویل بده. جما از مارتین دعوت میکنه که بره خونه. یه نامه فرانسوی بهش میده که مادر هارپ نوشته و از مجسمش پرسیده. پیش خودش فکر کرده چارلی داره درستش میکنه. مارتین آبکی هم بعد از کلی دید زدن بدن جما خانم میخواد جواب نامه رو بنویسه. بعد از اینکه یه موش توی خونه زیر پای جما میره، مارتین اونو میگیره و بیرونش میندازه. به جما گفت که چند روز بعد جواب نامه رو بهت میدم و از اونجا رفت. روز بعد جما با دوست پسر سابقش که بهش خیانت کرده بود به نام پاتریک روبرو شد که خونه دوستش بود. پاتریک سعی کرد به جما نزدیک بشه تا دلش رو دوباره به دست بیاره، اما جما هی پسش میزد. صحنه بعد مارتین جما رو در حال بوسیدن پاتریک دید. پیش خودش فکر کرد که حتما جما زن خرابیه. جما با پاتریک به رستوران رفتن. جما میفهمه که اشتباه کرده. به پاتریک میگه هرچی بینمون بوده فراموش کن. از جما بعید بود بگه که من هنوز چارلی رو دوست دارم. به خونه برگشت و دید مجسمه درست شده. به چارلی زنگ زد، گفت خیلی دوستش داره و بدون اون نمیتونه زندگی کنه. این حرف چارلی رو خیلی احساسی میکنه و تصمیم گرفت که برگرده. وقتی جما با مارتین صحبت میکنه، میفهمه که اون نامه رو مارتین نوشته بوده و فرستاده بوده، نه هارپ. وقتی جما دلیلش رو از مارتین میپرسه، میگه من نگرانت بودم و میخواستم خودم یه کاری کنم. نمیخواسته آخر داستان جما مثل کتاب مورد علاقش خودکشی باشه. مارتین که قند توی دلش آب شده بود، رفت و برای جما نون پخت و آورد در خونش گذاشت و رفت. زرنگ آقا پاتریک اومد نون و پشت در خونه بود، برداشت و به جما داد و بدون تعارف به خونه جما رفت. سعی داشت به جما نزدیک بشه. وقتی در حال اصرار از پاتریک و انکار از جما بودیم چارلی برگشت. تا وارد خونه شد بدو اومد بیرون و مارتین رو صدا زد و کمک خواست. وقتی مارتین اومد پاتریک رو دید و بعدش جنازه جما که روی زمین افتاده بود. پلیس و پزشک رو خبر کردن و جسدش رو برای کالبد شکافی بردن. همون شب دکتر نتیجه کالبد شکافی رو به مارتین داد و گفت که جما به خاطر گیر کردن یه تیکه نون توی گلوش مرده. مارتین باور نکرد. روز خاکسپاری شد. دلیل مرگ جما رو از چارلی پرسید. چارلی گفت تقصیر خودم بود. چون وقتی وارد خونه شدم دیدم پاتریک از پشت زنم رو بغل کرده و داره فشارش میده و فکر کرده پاتریک داره باهاش به زور یه کاری میکنه. پاتریک گفت وقتی جما نون میخورده نون توی گلوش گیر کرده، از پشت بغلش کرده و فشارش داده تا درش بیاد. آخه اینجوری از تو گلو در میاد مرد ناحسابی. درگیر دعوا با چارلی بوده که جما رو فراموش میکنن و اون در نهایت خفه میشه و میمیره. برگردیم به زمان حال. تا اینجا داشتیم دفتر خاطرات جما رو میخوندیم.
چارلی از اونجا رفته بود و یک زوج روسی به اونجا اومدن که تو محله زندگی کنن. مارتین بدو رفت تا به اینام خوش آمد بگه ای خدا دست این پیرمرد.